تو هم دوست داری دقیقا مثل من سی پی رایگان بگیری، همونطور که مشاهده میکنی تا آخر این ویدیو همراه باش تا بهت یاد بدم که چطوری همونطوری سی پی تو دقیقا مثل من زیاد اوه مای گاد کنی و هک کنی. یا کن بعد اول بری داخل چی؟ داخل کال آف دیوتی موبایلت. آقا تا کال آف دیوتی لایک و دنبال کردن و همه رو بکوبید. عشق منم هستید. این هفته 2 تا 420 سی پی قرعه کشی داریم. ممنونم. خب صبر میکنیم تا کال آفمون بیاد بچه‌ها. چند لحظه صبر میکنیم تا اکانت بیاد بالا. خب آقا داخل کامنت هم حتما بگید که داخل قرعه کشی شرکت میکنیم تا من ببینم. خب صبر میکنیم بیاد. بله همونطور که میبینید کال آفمون بالاخره بعد از 1 ساعت اومد بالا بچه‌ها. نیا کنید ما الان چند تا سی پی داریم؟ 0 تا. دقیقاً دارید مشاهده میکنید دیگه. این با دستم بهتون نشون میدم. ببینید ما کلا 0 تا سی پی داریم. حالا چیکار میکنیم؟ وارد یک سایت باید بشیم که فعلا کار میکنه. اسم سایت هم این زیر هستش بچه‌ها، همونطور که مشاهده میکنید. خب وارد این سایت میشیم. این سایت به همه پلیرها سی پی رایگان میده در حال حاضر. البته این بالا رو می‌نویسیم چی؟ کال آف. خب این کال آف رو که نوشتیم وای میسیم کال آف بیاد. بچه همونطور که میبینید اینجا شما چیکار میکنید؟ یوزر نیم اکانتتون رو میزنید یا همون اسم اکانتتون. اگه گوشیتون آیفون میزنید آیفون، اندرویدی که اندروید، و هر چقدر که سی پی بخواد میزنید. مثلا ما زدیم چقدر 1000 تا سی پی. خب صبر میکنیم تا سرچ کنه اکانتمون رو. بله همونطور که مشاهده میکنید. خب بعد صبر کنیم اینجا یه چند لحظه تا برنامه برای ما اکانت رو پیدا کنه و سی پی مون رو بزنه. خب وریفای ناو، اینجا وریفای ناو رو میزنیم بچه‌ها. خب همونطور که میبینید چند تا برنامه هستش که حالا ما باید نصب کنیم. برنامه‌های مختلف و تبلیغاتی این پیج هست. خب این هم از اینو تمام. اینجا هم زدم رو ضرب در 2 براتون که وسطتون سرد نه. 1 hour later بچه‌ها خب این هم از اینو نیا کنید. یه برنامه ساده هست که چیز خاصی نداره. خب صبر میکنیم. این هم روباهه. بله به همین سادگی و راحتی. خب این هم این برنامه بچه‌ها هم که میدید میاد پایین رو. چیز خاصی نیست. هم در کو بهتون نشون میدم که ببینید داستان از چه قراره. این هم از اینو. حالا میریم داخل کال آف دیوتی موبایلتون. دقیقاً بچه‌ها مثل من انجام بدید تمام نکاتی که گفتم تو این ویدیو رو، چون که اگه یه دانش جا بندازید سی پی رایگان براتون اوکی نمیشه. اینجا دوباره وارد اکانتمون میشیم بچه‌ها. خب همونطور که میبینید بچه‌ها الان ما کلا 0 تا سی پی داشتیم. بله نگاه کنید چقدر سی پی برای ما زد. همینجوری پشت سرم سی پی تون اضافه میشه از طریق این سایت. و اینکه شما باید صبر کنید و همینطوری فقط داخل اکانتتون سی پی میاد. اینم از این. خدافظ.